مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیمی زد میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و سالم و سرحال باشید. ماجرای بازگشت امیر تتلو به ایران که در طول 24 ساعت گذشته جنجال‌های زیادی رو ایجاد کرده و خودش مدام توی یوتیوبش فیلم، تصویر، عکس و متن‌های زیادی رو منتشر میکنه که آقا من میخوام برگردم ایران، من میخوام خودم رو دیپورت بکنم، رفتم بلیت گرفتم، کارت پرواز گرفتم. خلاص حتما داستانش رو میدونید. امروز میخوام تحلیل بکنم برای شما این حاشیه‌ای که خود تتلو برای خودش درست کرده و این آدم استاد ساختن حاشیه است و گفتش که پاسپورت ندارم، یه دونه عکس پاسپورت نشون داد پانچ شده بود و این صحبت. من میخوام امروز تحلیل خودم رو نسبت به این اتفاق بهتون بگم که بدونید پشت پرده این اتفاق چی هستش. بر کسی پوشیده نیست که تتلو در طول این 10-15 سال گذشته همیشه عاشق حاشیه بوده. یعنی برخلاف آدم‌ها که از حاشیه فرار میکنن یا بعضی از حاشیه‌ها روی این افراد تأثیر میذاره، تتلو خیلی دوست داره به سمت حاشیه و اصلا کلا شیرجه میره به سمت حاشیه و بازی میکنه. از قدیم ها که ماجرای نمیدونم رفتن و فوتبالیست شدنش، نمیدونم رفتن تو باشگاه استقلال و پرسپولیس و عکس یادگاری گرفتن تا ماجرای مقایسهش با شجریان از قدیم ها، نمیدونم بغبغو چیزا. خلاصه همیشه برای خودش یه چالش و چالش رو داشته. هر زمان هم که به نوعی بگاه میرفت و به نوعی براش یه حاشیه‌ای سعی میکرد که دردسر ایجاد بکنه، با یه حاشیه دیگه این حاشیه رو کاور میکرد. مثلا در طول این 2-3 هفته گذشته که مدام دخترها اومدن مصاحبه کردن و از خونه وحشت تتلو گفتن که داریم شکایت میکنیم و پرونده‌های متفاوت و متعددی برای تتلو باز شد، تتلو سریع برای خودش یه حاشیه درست کرد، گفت من بخوام برم ایران. ببینید تتلو آدم زرنگیه و اگه برگرده ایران ما حتی اون ور قضیه رو هم میبینیم. اگه برگردم ایران شما مطمئن باشید با یک جریان، ارگان، سازمان و با یه گروهی بسته. وگرنه تتلو انقدر آدم محتاطیه که اگر بخواد یه شیرم توی یخچال بخوره تاریخ انقضاش رو چک میکنه ببینه فاسد هست یا نیست. بعد شما فکر بکنید این آدمی که آهنگ الله رو خونده، فوش به خامنه‌ای داده، فوش به بالا و پایین اون نظام داده، خب معلومه برگرده تو این سیستم بالا درخته، مگر اینکه با یه نهادی اونور بسته باشه. و ماجرای تتلو برای سیستم آخوندی و سیستم جمهوری اسلامی مثل یک قمار میمونه. چرا مثل یک قمار میمونه؟ اگر تتلو برگرده ایران و باهاش با رأفت به قول خودشون اسلامی و به نوعی باهاش مهربانانه برخورد بکنن، یا میگن که ببینید ما با تتلو اینجوری برخورد کردیم، این برخورد رو باش داشتیم، اینجوری بوده، بخشیدیمش، گفتیم روی مواد فلان بیسان بهمانه، اینقدر نگید ما بدیم. محبوبیت واسه خودشون میخرن، واسه تتلو هم شجاعت میخرن. از اون طرف تتلو هم آدمی نیست که روی اسب بازنده قمار بکنه. یعنی اگه ندونه توی بازی و توی یک جریانی برنده است هیچ وقت براش نمی جنگه. این که میاد میگه من انقدر خواهی لاپامه، انقدر نمیدونم آدم نه عزیزم، شما مطمئن باشید این قطعا اگر بخواد بریم با یه جه بسته، هرچند بر همه واضح و مبرم و شفاف بود اصلا تتلو اگه بخواد بره ایران هم نمیتونه بره، به چند دلیل. اولا اینکه توی ترکیه پرونده های متعدد شکایت داره، باید پرونده های شکایتش یا بسته بشه یا اصطلاحاً به یه نتیجه برسه به اجرای حکم اینا. چون اگر شما شاکی داشته باشی توی اون کشور ممنوع الخروجی تا پروندت بررسی بشه، یعنی حتی اگر بخوای نمیتونه بری. نکته دوم که در طول این 4-5 روز گذشته مدام با وکلای مختلفی که باش تماس گرفتن گفتن که تو دیگه نمیتونی در ترکیه بمونی و اقامتش رو در ترکیه تمدید نکردن. پس این آدم
اگرم میخواست بمونه هم نمیتونست. یعنی یه دیپورتی اتفاق میفته که حالا داره میگه من دیپورتی رو دارم خودخواسته انجام میدم. مورد بعدی قراردادهایی که الان در حال حاضر داره. تتلوی قرارداد 400,000 دلاری کنسرت در اروپا، در آلمان و یک قرارداد برگزاری کنسرت در امریکا رو هنوز امضا شده روی میز داره. الان که میاد میگه من پاسپورتم نمیدونم دست نمیدونم آونگ و آرمین هاشمی و مسعود جمالیه. بله، به خاطر اینکه قرارداد 400,000 دلاری باشه امضا کرده بودن برای کنسرت توی آلمان که دستمزدش شده یه دونه ویلا و مایحتاج زندگی تقریبا همونقدر رفته، با به حال خزینه هم کردن برای کنسرتشون این افراد. و همچنین برگزاری کنسرت توی امریکا، اون افراد پاسپورت این آدمو نگرفته بودن که گروگان بگیرن، پاسپورت این آدمو گرفته بودن برای اینکه براش ویزا بگیرن. حالا که تتلو میخواد برگرده ایران، اول باید ضرر و زیان این افراد رو بده. آقا ما اصلا کاری نداریم، به قول خودش اینا آدمای فلان فلان شده از نظر اونه. من اصلا تو این قضیه چیزی ندارم، هرچند سیستم تتلو اینطوریه دیگه. یعنی هر کسی که باش بده میگه فلانی سسکشه، فلانه، بیسانه، بهمانه. دیروزم کم مونده بود مامورای فرودگاه بگی که مامورای فرودگاه هم پول منو خوردن، اینا فلان فلان شده، هر 7 80 من دیگه بر نمیگردم ایران. یعنی از این حرکت‌ها هم میکنه. ولی شما الان قرارداد باز داری روی میز، خب معلومه پاسپورتتو نمیدن. بعدش هم اگه تو بخوای خروج بزنی از ترکیه و بلندشی بری ایران، ضرر کی باید بده؟ مطمئن باش یکی از کسانی که تو رو ممنوع خروج میکنه همین دوتا آدمی هن که قرارداد دارن. حالا میان میگی من نمیخوام تو این کشور یه ثانیه بمونم، پولا رو گرفتی میخوای فلنگو ببندی برگردی ایران، این که نمیشه. دو تا 4 تا بعد پول اول اینا رو پس بدی که گرفتی، بعد براشون کنسرت میذاشتی، پول ازشون گرفتی. حالا یا باید پولا رو پس بدی یا همین هاشو هم کاسه. بعد برداشت رفت گفت که آی من اومدم توی فرودگاه، اینم کارت پروازم. یعنی تتلو گو الان میرم تو فرودگاه یه 2-3 تا هم نیو فیس تتلیتی مخ میزنم، میخوام اون دختره بدرقه کنم، همینو میکنم یه حاشیه برمیگردم. باشم کاری نداره، یه 4-5 میلیون دیگه. بعد گفت من همونجا میخواستم برگه دیپورتیمو امضا بکنم برگردم ایران. یعنی تو الان قبلش نمیدونستی با یه پاسپورت پانچ شده نمیتونی برگردی ایران. کسی که میخواد برگرده ایران میره 10 جا پرسجو میکنه، 10 جا استعلام میگیره، بعد میره. تو اگه پادگان هم میخوای بری بیرون، بعد از 10 جا استعلام بگیرم چه عادی نمیذارم بری بیرون. بعد تو یه کشوری میخوای کشور ترک کنی بری کشور دیگه، به همین راحتیه مگه؟ چند سال تو اون کشور زندگی کردی، اگه شکایتی برات شده باشه بعد شکایت ها رو درست بکنی، نمیدونم بدهی به اون کشور داشته باشی، بعد بدهیاتو بدی، قرارداد با کسی داشته باشی و قراردادتو اونجا فسخ بکنی بعد بری. کلا قراردادش با خونه و آدما و این و همش به تخمش. یعنی ببینید چقدر یه آدم میتونه بی‌بند و بار باشه. آقا این هم آدما پول دادن بهت، مگه اون آدما دزدی کردن که پولشون رو برداشتن به تو دادن میخوان کنسرت برگزار بکنن؟ مگه اون آدما دزدی کردن پول به تو دادن که ویلا بگیری، الان ویلا رو بذاری وسایلشو که آدما دیگه بهت پول دادن رو بذاری اونجا، بعد بگی خب خداحافظ شما، من خیلی خوشحال شدم میخوام برگردم برم ایران؟ طرفدار شتلیتیت هم از خودت فلانتر. آره عزیزم سلطان، نه نمیخواد بیای ایران، باشه وایس تا بیاد ایران. حتی اگر بتونه نامه دیپورتیشو بگیره، شکایتاشو من نمیدونم میخواد چیکار کنه. شاید هم بتونه رضایتنامه‌های شکایتیشو بگیره از آدمای مختلف، ولی در حال حاضر 2 تا پرونده باز توی ترکیه و 2 تا پرونده باز توی اروپا داره. باید اول تکلیف این پروندهاش مشخص بشه که پروندهاش داره به کجا میرسه. گفت حالا یه حاشیه‌ای هم میکنم. بعد مردم ما هم یه سیستم خیلی باحالی دارن. تا دیروز مثلا طرف سایت شرط بندی و قمار و دزدی داشت، میگفتن آی فلانی حرومزاده 20 شوره، نمیدونم با ناموس مردم فلان دزد کلاهبردار فلان 20 فوشش میدادن، ان شاءالله برگرده. طرف برگشت ایران، افتاد توی زندان، براش زندان بریدن 30. آخه عزیزم گناه داره، دلمون برای بچه‌ش از آقا نفهمیدیم. شما که تا دیروز داشتی به این آدم فوش میدادی، میگفتی دزد کلاهبردار، مردمو داره جیب مردمو خالی میکنی، جیب خودت هم خالی کرده بود. بعد ورده گرفتن بردن انداختنش تو زندان. میگه سیستم ما این سیستم این تیپیه. الان هم برای تتلو همینا ما فوشش میدیم. خب یا مثلا میگیم این کارماشه فلان، همین که رفت میگه گناه داره فلان داره بیسان داره. بعد با خودمون یه چیز منطقی داشته باشیم، یه 2 تا 4 تا منطقی داشته باشیم که میخوایم چه کار رو انجام بدیم.
حالا هم که تتلو براش این حاشیه‌ها و اتفاق افتاد توی ترکیه که عملا مجوز کنسرت بهش نمیدن. اقامتش توی ترکیه به همین راحتی تمدید نمیشه. ویزای اروپا بهش نمیدن. اجازه خروج از ترکیه رو نداره. نمیدونم اجازه برگزاری کنسرت هم نداره. یه آدمی هم هستش که همه پولش رو میده مواد و دیگه اعتباری هم به این آدما نداره و یه نیو فیس هم دیگه به قول خودش نمیاد پیشش. به نظر شما بهترین تصمیم برای آدم چیه؟ گزینه‌های رو میز رو باید دید دیگه. الان این حاشیه‌ها رو درست میکنه، بعد یه سری آدم هم دلشون براشون میسوزه، میگه نه سلطان نرو ایران، اینور اونور. دوباره یه مدت یه سری آدمو تلکه میکنه، تیغ میزنه، میگه من که میخواستم برم ایران، با همت شما نرفتم. یه عده رو همینجوری تیغ میزنی. فرقش با یه آدم تیغ زن به من بگید چیه؟ این آدم که مدام اینو اونو تلکه میکنه. من نمیدونم آدم نون و پولم بخوره. زیر نمیشه 450,000 دلار از سایت‌های شرط بندی پول گرفت. بعد دوباره گفت بعد به من 400 تا دیگه بدید، ندادم، به شروع کف فوش دادن. حتی خوب کاری کرده. همشون دل دزدن و کلاهبردارن. نرید تو همین تریبون هم استفاده بکنم، نرید تو این سایت دزد کلاهبردار بازی بکنید. هم حسابتون رو خالی میکنن، هم پولتون میره، هم بردی هم درونش نیست. این از این آدم. یه 200 تا پول کنسرت برای ترکیه گرفت، رفت رو هوا. یه 400 تا پول کنسرت برای آلمان گرفت، رفت رو هوا. یه 150 تا برای کنسرت امریکا گرفت. بعد الان هم همه اون آدم هایی که بهش پول دادن رو فشکش کرده. نمیدونم سیاوالتون این همه بهش پول داد، پول کنسرت برای دبی بشه، باز رفت رو هوا. الان نامه نمیدونم دیدم فیلم گذاشته گفته من دارم میرم تو سفارت ایران. بعد بهش گفتم بابا برو دنبال بازیت بابا، من اصلا نامه پامه به تو نمیدیم. بعد اومده تو پیجش فوش گذاشته نمیدونم این آدم‌های ولد زنا یا فلان بسام. براتون الان بیارم یکی یکی خب رفتار این آدمو براتون آنالیز بکنم. بیا. بعد شما فکر کنید که این آدم الان میخواد با این ببینید گفته که چقدر بیشوری و بی‌تربیت بد انرژی دوباره کارگرای سفارت. ببین تو وقتی به مامورای کارگر بعد با این ادبیات شما فکر کنید میخواد بره ایران، خب چوب تو ماتت اول آخرش میکنم با این ادبیات بخواد بره. این دربونه نمیدونم فلانشون بهش بگین فلان شده، با مردم با لبخند و مهربونی باید صحبت کنه. البته اینم هست و بعضیشون این کارمنده دولتی میشن لامصب انگار مردم خدنگشونن. حالا اینم گفته ولی ما با یه هنرمند رو میبینی باید احترام هم بیشتر باشه. چرا باید احترامت بیشتر باشه؟ تو چه فرقی میکنی با یه آدم دیگه؟ قانون واسه همه قانونه. چرا میخواد تبعیض قائل بشن آدم ها؟ همین شما هستید دیگه فرهنگ سلبریتی گوزی رو توی جامعه رواج میدید دیگه. شانس آوردیم اونجا دوربین بود و باز میدونم دیگه دست میزدیم بهتون 100 تا فلان خواستید در بیارید، کارم عقب میافتاد. اگر نه تو فلان شده دربونه نمیدونم فلانو چه فلانی بد انرژی بودن. یارو داشت با من بد صحبت میکرد، یکی از دخترای تتلیتی قاطی کرد براشون مرتی که فلان شده به دختر مردم هم بی احترامی کرد. تا کی نمیخواد این کارگراتون ادب هر سال باید بیایم یه بار فلان کنیم برای این سفارت ها و کنسولگری هم دارم، یعنی ویزای ایران صادر میکنن بعد به قیمت ویزای ایران 400 یورو 500 یورو توی کشورهای مختلف برای افغان زبان ها و افراد دیگه هم همین اولوش. حالا برای ایرانی ها نه ولی پولای میگیرن این سفارتی. آخرام هنوز چیکارش میکنن این پولا رو؟ نوشته مدیر نره این 2 تا چک بذاره تو صورتتون. خلاصه بی ادبیش به مامورای سفارت. دوباره توی اینکی گفته که ترافیک سنگینه، 4 ساعت رسیدیم اداره پلیس تونستیم برگه دیپورتی و خروجی رو بگیریم، خبر میدم. وایس غلطم نمیاد. وایس تو بهت برگه چیز تو بهت بدن و بذار کشور خارج بشه. نگاه کن ماش کسی که نمیدونم میگه من تمیزم و فلانم، سیگار و میگار رو کرد کسی. میریم پلیس نمیدونم فلان جا، اونجا آدمای با شخصیتی ان، تتلیتی ها اون سمت داره بیوک توزو همچین چیزی فکر کنم باشم. من ترکی بلد نیستم بتونم حرفمو بزنم بهشون، این برگه خروجمو بگیرم بیام. و گفته که مأمور باید کار رو را بندازه. از این صحبت رفتم سفارت، باز یه مأمور ایرانی بهم بیادبی کرد، یه برگه خروج باز ندادن انگار مثلا اونا باید بهش برگه خروج بدن.
پاسپورت هم دزدیده این مسعود جمالی فلان فلان شده. مسعود جمالی باید قرارداد داره دیگه، 200-300 هزار دلار خودش و اطرافیانش به تو پول دادم یا پولشون رو بده دیگه. پاسپورت هم نداریم، با پولو گرفته بعد میخواد بدون پاسپورت هم بره ایران. این هم جالبه. بعد گفته که من میام الان تو راه کنسولم برگم و بگیرم امشب بیام. وایسید تا بیاد، وایسید تا این آدم بیاد. اینم فیلمش. طبیعت قسم که فیلماش موجوده تو ایرپورت و این برنامه ما رو میبینید، فقط یه عکس و قربونت برم و قش و زفت اینجا پشت نمیدونم چه مرگتونه شما جماعت ایرانی. ما همچنان در راه با معراج مخلصم تو راه سفارت زده 35 دقیقه دیگه میرسم، برگ خروجمو میگیرم میام کف کشورم. حاضرم هر بلایی دلتون میخواد سر من بیارید، برید تو کشور خودم بیارید. 4 تا خارجی حق ندارم بلا سر من بیارن، اینو بفهمید. معلومه که احتمالاً یه تهدید ریزی شده و بهش گفتن که بعد دیپورت بشی، پروندن اینجا گیر پلیسای ترکیه بیفته به همین راحتی ولش نمیکنن. گفته چه بهتر برم ایران. ببین نگاه کن، فور از فوش و فلان و اینا، حتی اینا بیشتر باید همون طرفدارش دیگه. گفته که اگه نخواستیم بیام ایران دیشب تا نصف شب تو فرودگاه چیکار میکردم. هیچی، یه ریز زدی که بقیه موضوعاتو بشوری ببری دیگه. الان کله صبح به خاطر چی بیدارم؟ به خاطر اون تستوسترونا و موادی که میزنی. اینقدر فلان شده فلان که همتون باورتون نمیشه. طبیعیه. من کلا هر کاری میکنم شما فقط فلان کار فوش بدید. همیشه هم دیدین که با تمام فلانی که خوردین بازم یه کار میکنم پشماتون بریزه. همون دیگه. میگم تتلو هیچ وقت روی اسب بازنده شرط نمیبنده. اگرم برگرده مطمئن باشید با یه جای بست. بازم فقط منو از نزدیک میبینید دنبال عکس و فیلم و پوزید. ایرانی جماعت، ببین ایرانی جماعت بیا. اما ایرانی جماعت تو رو که تتلو که بگی من سلطانم بعد به همه احترام مثلا مینه بخار بابا. خلاصه معراج یه ساعت دیگه میرسه و یه ساعت هم تا سفارت راه داریم میبینیم کی مثل شما فلان. حالا ببینیم کی فلانه. تو وایستا تو برگردی ایران تا 1-2 ساعت دیگه معراج بیاد بریم سفارت برگمونه بگیریم. نمیدونم به ترتیب. کلی باعث ضرر شدن، آبروی ما رو جلوی نمیدونم نوازنده ها بردن. آره محمد نمیدونم دوچار ضرر شد. دیگه کسی صحبت فلان اندازه یه کله همتون یه نگاه به عکس و آهنگا سر گذاشتم بذارید. دیدید که رفتم کارت پروازم گرفتم، بعد پاسپورت کنترل نذاش با پاس قدیم رد. خب تابلوه. منم الان میخواد برگردم ایران با یه پاسپورت پانچ شده، بعد میگم بچه‌ها من میخوام برگردم ایران، یه پاسپورت پانچ شده ام و دارم و ببرم نشون بدم. بهتونی میگه برم بگردم پیدا کنم برم دیگه. مگه کاری داره پارت پرواز گرفتن؟ الان زنگ میزنه که رفیقام برام بلیت ایران بگیره، براتون کارت پروازم میگیرم. گفتم پاس جدیدمو گم کردم. خب گفت کپیش هم که هست، کارت پروازم که گرفتم و به کشور خودم که دارم میرم و برام نمیگردم اینجا دیگه. چیکار باید میکردم؟ آره کارت پرواز همچین کارت پروازی گرفته که اصلا دیگه نگم برات. نوشته هر کاری کردم نشد، حتی برگ دیپورتی هم امضا کردم بازم نذاشتن رد شم. پروازم پرید دیگه. ولی من بیخیال نمیشم که الان خونم صبح میرم کنسرت. به ترتیب از آخر و اول اومدم داستانای دیشبش رو با هم دیگه مرور کنیم که چه فیلمیه این آدم. O şekilde. Ben bu boşuna mı şey yapıyorum? Ama ben de biliyorum ama bu Bilmiyorsun, bilsen bunu yapmazsın ama. 3-5 gün dolanıyorsun böyle. Oraya gittim, buraya geldim, buraya gittim, buraya evet geldim. ben de bu işi ben hatta Abi bak, gitmesini ben istemiyorum. anlatıyorum sana. Türkçe anlatıyorum, anlıyorsun beni de. Evet, anlıyorum. Beykoz'a gideceksin, orada göç idaresine diyeceksin. Ya konsoloslukta geçici seyahat belgesi, onu alamazsın. Beykoz'da gidecek göç idaresine, benim ülkeme gitmek istiyorum dediklerinde orada zaten kendi bünyelerinde değerlendirip gönderiyorlar. بله این جدیدترین رفرش کنیم ببینیم. این جدیدترین اتفاقات خونه مستر تتلو بود و فرودگاهش که مردم رو ایسکا کرده و حالا ببینیم دیگه. ببینیم برگ خروجش رو میگیره. البته راه دیگه هم نداره.
چون اونجا هم باشه بعد الان تاوان بده، بعد پول مردم بده، چیز دیگه ای نداره. در مقابل صحبت‌های این دخترایی هم که کرده بودن، به حال خیلیشون هم سند و مدرک دارن و شکایت کردن. من برگ شکایتاشون رو دیدم، چون طرفدار شتلیتی آدم‌های وحشی هستن. من نمیتونم برگ شکایتاشون رو براتون پخش بکنم، چون ممکنه برن یه بلایی سر اون آدم‌ها بیارن و بخوان حالا به هر جوری شده، با تهدید، با زور یا هر چیزی که شده، از اون آدم‌ها بخوان رضایت بگیرن. ولی پرونده اون آدم‌ها، حداقل 2 تا پرونده‌های باز این آدم اونجا به زودی حکمش صادر میشه و این آدم دیگه جایی برای موندن تو ترکیه نداره. به حال کارما وجود داره دیگه. این همه دست روی دختر مردم و ناموس مردم بلند میکنی، بعد یه جایی هم پس بدی دیگه این صحبت ها رو دیگه. هر صورت حالا ما وای میسیم تا ساعت آینده، اگر خبری شد چیزی شد ببینیم به این برگ خروج میدن. این تا موقعی که رضایت اونو نگیره نمیذارن از این کشور بره. حرف من همینه. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.